بیاین پادکست امروزمون رو با یک سوال شروع کنیم. اگر یک روز از خواب بیدار شین و بهتون بگن از فردا خوردن زیتون ممنوعه، چیکار میکنین؟ میگین خب زیتون نمیخوریم دیگه، یا شاید هم توی دلتون بگین عجب قانون مسخره‌ای. دقیقاً سینان چتین، کارگردان فیلم کالت یا همون کاغذ بود، دیالوگ معروفی رو توی سریالش به کار برده که در اون یکی از شخصیت‌ها میگه در ایتالیا زنانی که نامشان مری است از فاحشگی منع شدند. در فرانسه نامگذاری خوک‌ها به نام ناپلئون ممنوع است. خب اگر ممنوع است، اگر قانون است باید اجرا شود. مزین خانم، شما یک روز صبح از خواب بیدار میشوید و کسی به شما میگوید خوردن زیتون برای صبحانه ممنوع است. چه کار میکنید؟ ما برای صبحانه زیتون نمیخوریم. اشتباه است. هر ممنوعیت شورشیان خودش را میسازد. دوستداران زیتون سازمانی تشکیل میدهند، پرچمی طراحی میکنند با تصویر یک شاخ زیتون روی آن. شاید هم سرودی بسازند به نام آزادی زیتون. حالا از شما میپرسم اگر دوستداران زیتون به کوب بزنند چه کسی مقصر است؟ کسی که زیتون را ممنوع کرده یا کسی که به کوب زده؟ خب اگر قانون‌ها میتونن انسان‌ها رو تا این حد قالب‌ریزی بکنن، این مسیر در نهایت به کجا ختم میشه؟ بذاریم یه لحظه صبر کنیم. آیا واقعاً موضوع زیتونه یا چیز دیگه‌ایه که داره یواشکی زیر این ممنوعیت نفس میکشه؟ هر وقت یک چیزی ممنوع میشه، یه چیزی پشت پرده داره شکل میگیره. دوستداران زیتون پرچم طراحی میکنن، سرود میسازن، توی کوه‌ها پناه میگیرن و ما میمونیم با یه سوال ساده و سنگین. چه چیزی باعث میشه یه جامعه بخواد جلوی یه چیز کوچیک وایسه؟ ترس، کنترل یا نیاز عمیق به یک دستی و بی‌دردسری؟ مشکل ما آدم‌ها با تفاوت همیشه همین بوده. تا وقتی چیزی شبیه اکثریت باشه همه چیز خوبه، اما تا یه ذره بوی تفاوت بده، تا یه ذره رنگش فرق کنه، صدایی از ته ذهن جمعیمون بلند میشه، میگه نه این خطرناکه. زیتون نماد چیه تو این قصه؟ یه عادت ساده یا شاید یه سبک زندگی، یه فرهنگ، یه زبان، یه نگاه متفاوت به دنیا؟ و اونجاست که درد شروع میشه، وقتی چیزی رو فقط چون متفاوته میبریم زیر ذره بین. آدم ها به دو دسته تقسیم میشن، اونهایی که میگن چه اشکالی داره و اونهایی که میگن باید جلوشو گرفت چون نظم به هم میزنه. ولی سوال اینه، واقعا نظم از چی میترسه؟ از تفاوت؟ از صداهایی که شبیه باقی نیستن؟ از آدمهایی که بلد نیستن شبیه بقیه باشن چون خودشونن؟ شاید اونایی که پرچم زیتون رو بلند میکنن شورشی نیستن، شاید فقط دارن نفس میکشن، شاید فقط دارن میگن من هم هستم. ما توی چای و زندگی باور داریم که زندگی جای زیتون خورا، چای خورا، همه جور فکر و سلیقه ها، که هیچ چیز کوچیکی به اندازه کوچیک نیست که بشه به خاطر تفاوتش حذفش کرد. بیا از زندگی حرف بزنیم، همونایی که یه وقتایی ممنوعه، درست وقتی که داره عمیق میشه. قلب آدم شروع میکنه به تپیدن، نه برای زیتون، برای حق انتخاب، برای اینکه خودش بتونه تصمیم بگیره صبح با چی حالش خوبه. و این فقط زیتون نیست، گاهی لباسه، گاهی زبانه و گاهی اینکه به چه کسی بگی دوستت دارم و یا از چه کسی بترسی. توی هر کشوری، هر فرهنگی، هر زمانی همیشه یه سری آدم بودن که فکر کردن میتونن زندگی بقیه رو مهندسی کنن، بگن اینو بپوش، اونو نپوش، اینو بگو، اونو نگو. ولی زندگی آدمیزاد اینطوری کار نمیکنه. آدم ها نمیتونن فقط اجراگر باشن. ما فقط یک دستور نمیخوایم، ما دلیل میخوایم، گفتگو میخوایم. اگه گفتی زیتون ممنوعه، دیر یا زود یه نفر پیدا میشه که شورش کنه. نه برای زیتون، برای اینکه اینطوری نمیخواد زندگی کنه. همین جوریه که بعضی از ساده ترین قوانین تبدیل میشن به سنگبنای بزرگترین اعتراضات.
یادتونه تو خیلی از نقاط دنیا خیلی از جنبش‌های اجتماعی از یه چیز کوچیک شروع شدن. یه رنگ لباس، یه جمله، یه پرسش ساده. جهان وقتی زیباست که آدم‌ها متفاوت باشن. یکی با نون و پنیر حال میکنه، یکی با زیتون و چای. وقتی بخوای این تفاوت‌ها رو پاک کنی، یه جورهایی با روح انسان می‌جنگی و مثل هر جنگی آخرش فقط ویرانی میمونه. ما به جای ممنوع کردن باید گفتگو کنیم، باید بفهمیم چرا یک نفر به یک چیز خاصی وابسته است. باید یاد بگیریم آدم‌ها رو با همه تفاوت‌هاشون ببینیم و دوست داشته باشیم. چون اگر آدم‌ها رو فقط وقتی شبیه خودمونن بپذیریم، یعنی هنوز چیزی از انسان بودن نفهمیدیم. دوستای عزیز چای و زندگی، من هم انسان کاملی نیستم. یکی هستم مثل همه، پر از اشتباه، پر از تردید. محتوای پادکست های این چنل بیشتر از این که قرار باشه چیزی به شما یاد بده، در واقع داره طرز تفکر من و کشمکش های درونی خودم رو بیان میکنه. در واقع در تلاشم که همراه همدیگه خودمون رو، تفکراتمون رو، ارزش هامون رو بیشتر بشناسیم و رشد کنیم. خوشحال میشم کانالمون رو سابسکرایب کنید و توی کامنت ها از تجربه هاتون برامون بگید. ما اینجاییم که با هم فکر کنیم، با هم زندگی رو یکم عمیق‌تر بچشیم.